درود بینندگان نکته سنج. اینک نمایش نوبتی ما را از دهی زرکنت ناحی پرکنت ولایت تاشکند منظور شما می نماییم. زرکنت از نگاه موقعی جغرافی در منطقه سبز، بلندی و در نزدیکی کوه واقع است. طبیعت زیبا، منظره های دلفریب، فراغتگاه های دامنه کوه آن توجهی هر یک بیننده را به خود می کشد. دیهه زرکنت قریب 2000 سال تاریخ دارد. وقت حاضر در دیهه زرکنت قریب 13000 نفر اهالی زندگی می کنند. اهالی زرکنت اساساً باغداری، چارواداری مشغولند. کوچه های زرکنت با اسفالت پوش شدند. نو خانه های بلند 2 قبط 3 قبط ها پشت شده استادند. از مهنت خلالی که بی آب همین که حاصلدارهای فراوان میگیرند. اگر کمی آب میشد، آب روان، حاصلداری از این هم زیاد شده، منفعت خلق از این هم زیاد میشد. باعث خوشنودی است که در کشور ما بیش از 100 قوم و ملت همچون فرزندان یک عائله اهل و اتفاق زندگی میکنند. در بین آنها ما تاجیکان ازبکستان از حساب شماره جای اول را صاحبیم. دیهه زرکنت 5 مکتب دارد. تعلیم با زبان تاجیکی راه اندازی گشته است. در دیهه ما 5 مکتب بوده. از همین یکی از ابرونوک مکتب ما 48 مکتب می باشد. در مکتب ما 40 نفر پداگوگ ها به خوانندگان تحصیل می دهد. از آنها از 346 نفر خوانندگان تحصیل می گیرد. امسال 17 شاگردان ما مکتب را ختم نموده، از آنها 10 نفرش به عالیگاه ها درآمد و دیگرشان به تکنیکوم ها و کارها تامین کرده شد. در پس هر یک مؤسسه تعلیمی موفق شخصی فدایی قرار دارد. شخصی که با دانش، تجربه و محبت صمیمی خود راه حیات صدها شاگردان را روشن می کند. من از سال خوانشی 2025-2026 را ما سرکه گرفتیم. انا اکنون هفته دومش را به آخر رسانده ایستاده ایم. در سال خوانش سرکرده ایستاده ما باشکان جوده هم شوق‌آور با اشتیاق مکتب را سرکه گرفته ایستاده ایم. در سال خوانش در تعطیل تابستان خوانندگان بسیار به مشغلات‌های عملی، مشغلات‌های باز علمی استفاده برده به کتابخانه آمده ایستاده است و در کتابخانه ما 1700 کتاب بوده. از همینشان 200 تاش از زبان تاجیکی می باشد. در تعطیل 90 روزی خوانندگان در کتابخانه باز یک چند خیلی اثرهای بدیعی، اثرهای علمی و خاکزارا خوانده از همین استفاده برده ایستاده است. خوانندگان که کتاب‌های بسیار را خوانده ایستاده است، آموزده ایستاده است، همین خواندگی کتاب‌های وی خود به آیندگی کلجک حیاتش، به کسب آموختنش یاری می‌رساند. خواهش ما همین خیلی است که خوانندگان در آینده انسان‌های بزرگ شده به خلق ما خدمت کرده ایستادنش را می‌خواهیم و طلبی ما همین است. تابستان سال روان در مکتب‌ها موافق دستور 90 روزی ضربدار فعالیت پرثمر محفل‌های گوناگون چون کتابخوان، کشورشناسی، در تشکل جهانبینی، دانش و سالمی خوانندگان سهم می‌گیرد. من یکمین معلم انگلیسی قشلاق که در مکتب سال 1966 آمده باشم تا سال 2000 محنت کردم. یک چند شاگردا برآوردم، شاگردانی که حاضر در همه جبهه های زندگی کرده محنت کرده استند. در ولایت میگیم، در ریسپوبلیک میگیم، در همه جا محنت کرده استند. شاگردان دائم بینند با از ته دل سلام علیک کرده پرسپاس میکنیم که قریب خود یک پدر و فرزند برین همدیگر را حرمت میکنیم. وقتی که ما میخواندیم در مکتب ها تماما شرایط نبود، اما
در بچه ها اشتیاق بودند که اشتیاق هم اشتیاق کده خواندند، علم گرفتند، به قشلاق کادرهای رسا شده آمدند و قشلاق ها را نغز تربیه کردند. اکنون به نسل نورس همین خیلی تکلیف میکنم که خانهتان این خیلی شرایط نشده است هیچ قشان. اکنون این شرایط به قدرش رسته. من نو مکتب ها، نو سنف ها، همه جهازهای مکتبی در مکتب موجود است. همه جهاز چی که لازم باشد همش است. ها کامپیوتر ها دیگر اینا قدر برسته. باید هر یک تخم از تخت دل خانیم به خلق ما، به دولت ما خدمت کنیم که این رو قدرش رو رسیم. مکتب منبع علم و معرفت، دانش و عرفان است. مکتب هست که کودکان و نورسان خودشناس و خودآگاه، وطن دوست و وطن پرور به وایه می رسند. بدون این درگاهی مقدس کسی نمی تواند چون شخص کامل به وایه رسد. علم و تعلیم از ازل با راه علم آمده، نوری علم و معرفت از راه پیغام آمده، نوری علم و معرفت از راه پیغام آمده، در میانی مردمان باشد معلم چون چراغ، در میانی مردمان باشد معلم چون چراغ، به نوری معرفت چون ماه در شام آمده، به نوری معرفت چون ماه در شام آمده. سایه علمی معلم دائمی در فکر ما، هم نشینی با معلم یک فرجام آمده، فکری روشن در سرش باشد چراغ معرفت، بحر شاگردان معلم چون نکنام آمده، بحر شاگردان معلم چون نکنام آمده. دهه زرکند روز از روز آباد می گردد. باد و هوای فارم، طبیعت مفتونکار زیبای زرکند هر یک سیاح را مفتون می سازد. برابر کارهای آبادانی و بنیادکاری از طرف دولت اعتبار به زیارتگاه ها زیاد گشت. Biz Anjandan Oltinko'l tumanidan kelganmiz. Shu yerga kelganimizga mana 5 kun, 6 kun bo'lyapti. Shu ziyoratgohda biz bir havas qilib keldik. Shu yerga o'g'illarimiz, qizlarimiz olib keldi biza. O'g'illarimizga, qizlarimizga ham rahmat. Mana ko'rib kelyapmiz. Va shunday sanatoriyalar qurganiga rahmat. Namanganda, Kosonsoylarda bo'lganmiz, Farg'onada bo'lganmiz, Samarqand, Buxoro, Xorazmlarda bo'lganmiz. Hamma shaharlarni ko'rib kelganmiz. Shaharlarimiz hammasi bir-biridan obod, bir-biridan chiroyli. Bir-biridan juda chiroyli hamma shaharlar qurilyapti. Ziyoratgohlar yaxshi. Mana biz mana shu Toshkentda Zarkent ziyoratgohiga chiqdik. Ziyoratgohlar ham juda chiroyli, juda xursandmiz. واقعاً وقتی تماشای طبیعت زیبا روحیت انسان والیده می گردد.
صحبت با انسان‌های صمیمی و خاکسار به عمر آدمی مضمون و معنای خوش می‌بخشد. یک روزی سفری ایجادی ما هم چنین آهنروا بود. زیارتگاه خودمون نامش خوش قرمس اولیاء بوا میگه. این کس اولیاء بوا خما عرب ملت پر منصوب عربستان ملات شهرش 13 عصر آمدگی پیغمبر خما صحابش میشود. این کس مسلمان دینش تشکیل کردن به خودش خستش خوش میشه که آخر از دشمن خود من انجا آنده روش شده دیگه من سوال که خضر علیه السلام پیدا شد گو تلگت گفتن که این کس گفته که امنجا من به چشم پرادسته پاک لعنشم به طهارتم گفتن که خضر علیه السلام خسته شد تاش به قدمش کرده منم چشمه پراد داده چشمه خما جدایی هم شفا بخش آب این تقلمه میکنه زمزم آباش به تقلمه میکنم ترکیبش زیارتگاه خما من مستقل شدن که ازبکستان اینجا کشور شدی شد اینجا آباد شد من آباد کردم اینجا من خواش دیدم تازه خوا اینجا آمده قزاقستان تاجیکستان امنم روسیه های آمده زیارت میکنه آدم ها. زرگنتیان مردم مهنت دوست می باشند. هر یک ساکن این محله به باغبانی شغل می ورزد. نه تنها در حوله زیست بلکه تمام زمین گرد و اطراف نهالهای سیب و شفتالو، گیلاس و آلو، ناک و بهی و دیگر نمودهای درختان میوه‌دار پرورش کرده می شوند. در انگور پروری زرکنتیان نامدار گشتند. اکا وقتی که ما زرکند میگوییم دهی زرکند پیش نظر ما به واسطه همین تاگزارها و انگورهای خوشمزه زرکند پیش نظر ما میآید. همین موفقیت به زرکندی ها چه رسیدند؟ زرکند ها این اساسا خدای کار همین که من این بادا چلیک بزم چلیک کده شغلمش میکند تاک پروری کرد. من تاک پروری کده این خو همه دیقان عواطف و خوشان میراث مون دیگه من مونده اساسا سه خیل حاضر انگور وای میکند من این تایفیم من تایفیم بسیارتر این راسیو وای میکند سون ریزامت اتاقای و کشمیش چلی سیو کشمیش این وای خو خدا سامیسی خدا خمی وای خو مونده کارخانه‌های مشترک کنده خوشگیم وای خونده پرخته میشد ریزامت اتاق کده و این تایفی میلتر بسیارتر وای به اکسپورت میکنم و روسیه و سونه یختم به سخلمش میکنم و مارت اپریل مای ماخوشنه میپرخم من خانه های ابولی همین من پشتاز ماشینه گرفتاز باشکنش خانه من در روز همش ابولی من همین انگور ابولی سیب من هم دیقان چلیگش هر یک سری همین انگورها چند کیلو میبیاد؟ این انگورها کمشنده منه یعنی 2 کیلو کم نیده خود منم 100 پا 2 کیلو این خویم ها؟ من این 2 کیلو کم نیده آفرین ناحیه پرکند با انگورهای پرنو و با لذت خود مشهور می باشد. قسم زیادی این انگورها در دهی زرکند پرورش کرده می شود. اصول خوب انگور پروری را به زرکنتیان قهرمان ازبکستان شادروان تاجبای رزایف آموزانده است. با شرافت همین انسان شریف هنوز از سالهای اول استقلال زرکنتیان صاحب کار گشتند. هر یک صاحب زمین و صاحب اختیار است. خواهر جان خسته نباشید. سلامت شوید. و خرمانتون خدا برکت دهد. کنه چیکارها کرد استادتون همین وقت؟ ما امروز انگور با اکسپورت فروش دادیم به روسیه. این انگوری تویفه نوی تویفه حاصلش خیلی شد امسال. ناقص حاضر همینجا یک چند که دیدم که انگور چندم و یاردمچی ها آمدگی چند نفر کارکتی تامین کرده؟ خشش خو کارکت تامین میکنیم. بعد از که حاضر حاصل های جمع کرده میگیریتون باز انگورهای شاخش بریده علا میکنونیم بهار میبرید بوجی تا بهار بعد اینها خواب میرند و شما از این حاصل گرفتگیتون راحت زمستان پشت سر میکنید. حسن میشم میخنت کار فلز دیدن که همه رو میشد. ایادتون میبراده؟ البته آدم کسی که مهنت میکند راحتش میبیند. میدینم ده زمستانش که
باشقنبه کیم میگیریم خدا ما باغچه پولش میشد مکتب پولش میشد توی قوم میشد. از این میوه بهشتی حالا شربت، مربا و مویز آماده می سازند. طرزی به خود خاصی مویز تیار کنی هم گوناگون است. یکی در هوای گشاد، دیگری در سایه بام. مهنت خوبی انگور پروران است که ما در هر فصل سال در زمان کنونی انگوری تر و تازه و یا مویزی خوش‌صفت را در رسته‌های بازار می‌بینیم و خرید می‌کنیم. دو چشمکی من به سوی تو خط خبرت نیامد از نام من ای به وفا کس بدرت نیامد در دلکم جای تو ای به وفای پر جفا نوری چشمم قامتی نی شکرت نیامد رفتم به سراغ یار با دلکی داغی زار زیغمایی تو صد بار این دلکم خون شد جوره جان ای جوره جان مردی میدان ای جوره جان شیرین زبان دردش بجان مرهمی جان ای جوره جان اما صدقه چشمکی جادگرت اما بنده لبهای چون شکرت یادم که نمیکنی بریزه جگرت یادت نکردم نگوی نکردم خبرت روی مالی شمله دار در سر دارمه بویش دیگرای سوغای دست یارمه خانه بیا یاره چشمکی ما چاره ای بچه ای ره گذر نده آزارمه یک یار دارمه نازاشمه بردارمه یار نکن تو هیله آه بیکشا مشکله ننن جان نسوزان بسیتم دیله گل دانایی به آب گلکای پوچالمه افسوس که نمیدانی چی علم دارمه خانه بیا یاره چشمکی ما چاره غلطی دگ نگینه چلمه فریاد زی دستی قسمت کچ قلمه یار نکن تو هیله آه بیکشا مشکله ننن جان نسوزان بسیتم دیله دو چشمکی من به سوی تو خط خبرت نیامد از نام من ای به وفا کس بدرت نیامد در دلکم جای تو ای به وفای پر جفا نوری چشمم قامتی نی شکرت نیامد رفتم به سراغ یار با دلکی داغی زار زیغمایی تو صد بار این دلکم خون شد جوره جان ای جوره جان مردی میدان ای جوره جان شیرین زبان دردش بجان مرهمی جان ای جوره جان اما صدقه چشمکی جادگرت اما بنده لبهای چون شکرت یادم که نمیکنی بریزه جگرت یادت نکردم نگوی نکردم